یادتون بگیرید هرگز دختراتون به این تربیت نکنید که بچم رفته مکتب بخون، مکتب با بهای اعلا بخون، بچم رفته در مید کالج داخل شو، بچم رفته در مید اینستیتوت داخل شو، بچم رفته در جزیره داخل شو، دانشگاه و دانشکده بخون، با سواد بشه، دیپلم بگیری، پگه محتاج شوهرت نشی. هرگز همین گپا در دختراتون نگی. با همین گپ دختراتون تربیت نکنید. از همون خوردی همین گپا در گوشش نگین که او دختر از اول در معنی سر خودش همین گپا میگیره که میگه من باید بخونم، مکتب باید بخونم، رفتم دانشگاه و دانشکده بخونم، دیپلم بگیرم، خودم کار کنم، محتاج شوهرم نشم. از اول همین فکر در سرش دائم پرورش میته و وقتی که شوهرش میتن و دیگه مغرور با اون دیپلم خودش و شوهر احترام نمیکنه، شوهر احترام نمیکنه و همین سبب میشود که طلاق میشود. من دیپلم دارم، من خواندگیم، من خودم زندگی خودم پیش میبرم، شوهر احترام نمیکنه، مغرور میشود، طلاق میکردی من کار میام، میبینی که طلاق میشود، میره بعد کار میکنه با دیپلمش، باید کدوم یک مرد دیگر میگیرش زندگی نمیکنه با طلاقش میکنه. این حالت ها رو ما زیاد دیدیم. بگذار خواهرای ما درس بخونن، با سواد باشن، لیکن هرگز به این نیت دختراتون داخل نکنید. متاسفانه امروز یکی از مصیبت هایی که در جامعه